دیدار شد میسر و بوس و کنار هم، از بخت شکر دارم و از روزگار هم. شکر من از روزگار به خاطر اینه به خصوص که دقیقاً 1 سال پیش یا در این سالن یا در سالن مجاور خدمت شما بودم و واقعاً به مخیلم خطور نمی کرد که 1 سال بعد دوباره سعادت بودن با شما و دیدار شما رو پیدا کنم. مرسی مرسی، خوش آمدید، بسیار خوش آمدید. بعد عنوانی که برای صحبت امروز از من سوال شد و بندم دادم، عدالت ناب آخوندی. البته این خلاصه فکری بود که در ذهن من بود و اگر میخواستم همش رو بدم زیاد طولانی میشد. اول یه چیزی به این یعنی عنوان کامل رو نوشتم، بعد یادم آمد که ما جوان بودیم چقدر مسخره میکردیم یه نویسنده ای رو که کتابی ترجمه کرده بود و به اصرار کتابی که عنوانش بود ثروت و به اصرار ناشر عنوان کتاب رو گذاشته بود ما 3 مرد بی بضاعت هستیم که در جستجوی ثروت می باشیم. یه مقداری وقتی این یادم آمد دیگه منصرف شدم از اینکه این عنوان کلی و تمام رو بدم. در واقع و نفس الامر بنده قصدم این بود راجع به یعنی خلاصه عرض کنم، عنوانش میخواستم بذارم عدالت و دیپلماسی ناب آخوندی یا دیپلماسی عدالتجوی آخوندی، برای اینکه این عدالت که بعضش روشنه، معنی و مفهومش روشنه، دیپلماسی هم کاملا روشنه، ولی یه ترکیبی از این دوتا به وسیله آقایان علمای اعلام مملکتمون ساخته شده که هنوز اسمی نداره، یعنی دیپلماسی در خدمت عدالت یا عدالت در خدمت. من برای اینکه میخواستم یه زیادی این ور اون ور نرم تلاش کردم یه چند 2-3 صفحه‌ای روی کاغذ بیارم، چون میدونید در سنین بالا آدم حافظه همیشه سر جاش نیست، یعنی میدونید حافظه آدم در سنین بالا یه مقدار اعلام استقلال میکنه. شما الان میخواید اسم در خیابون دارید میرید میخواید اسم آقای دکتر نیری رو به یاد بیارید، ابدا نیست. نیم ساعت بعد اصلا مسئله دیگه ای دارید، گرفتاری دیگه مرتب میاد علی نیاری. بنده از عرص این ارشد جفتک اندازی گفتم یادداشت میکنم، ولی بعد که یادداشت کردم موقعی که خواستم یه بار از رو بخونم دیدم من گرفتاری چشمم دارم، تنها گرفتاری حافظه نیست. دیدم و اون وقت زنگی زدم به آقای ملاز، گفتم خواهش میکنم یه چراغ بسیار پرنوری بذارید که من بلکه بتونم ببینم. حالا امیدوارم که گمان نکنم این طوری سعیم کردم درشت این که 1-2 صفحه رو درشت یادداشت کنم،
ولی اصلا فکر میکنم بهتره که اصلا به جای توضیح راجع به این دیپلماسی عدالت‌خواه یا عدالت آخوندی که از دیپلماسی کمک گرفته، به جای توضیح اکادمیک از کنم که به جای توضیح مقداری 2-3 موردش رو خدمتون یادآوری کنم. خیلی به اختصار و به سرعت در چند کلمه. اگر جوان‌ها که شاید خاطرشون نباشه ولی بقیه خاطرشون هست، یه کمی از جوانی اون برتر رفته، یادشون هست که در سال 1980 یکی از علمای اعلام ایران، قاضی شرع آقای شیخ صادق خلخالی، فتوا داد که دکتر شاپور بختیار مفسد فی الارض و محارب با خداست و به دنبال این فتوا یک کماندو 5 نفره، 4 نفر به اضافه یک از ایران و 1 نفر از لبنان به نام انیس نقاش راهی فرانسه شدند برای اجرای حکم شرعی آقای صادق خلخالی. اینها به حمله ای کردند به محل اقامت شاپور بختیار. متاسفانه برای اونها موفق نشدن اون رو بکشند، ولی یه زن همسایه که سرش کرده بود بیرون فضولی ببینه چه خبره، اون رو کشتن و پاسبانی که محافظ بختیار بود، ولی نتوانستند فرار کنند. گرفتن زندانشون کردن و محاکمه شده. محاکمهشون هم که بخوام حکایت کنم حکایتی است واقعا، چون در محاکمه فحش‌های رکی، ما به تماشا رفته بودیم، فحش‌های رکی که به شهود و به شاپور بختیار میدادن اصلا نشنیده بودم در چاله میدون تهران اینها از کجا آورده بودن. باری اینها زندان محکوم شدن به حبس ابد. بلا فاصله سر صدا در جمهوری اسلامی بلند شد که آقا اینها کارشون رو انجام ندادن، باید یه اکیپ دیگری فرستاده بشه، ولی این اکیپ هم باید این اطمینان خاطر داشته باشن که ما تمام تلاشمون رو برای آزادی کماندوی انیس نقاش میکنیم. در به در این بر اون بر رفتن و دیدن دیپلماسی مستقیم فایده نمیکنه، رفتن به سراغ دیپلماسی میانبر. حزب الله جدید تأسیس در لبنان مأمور شد که کمک به این آزادی انیس نقاش بکنه. 2-3 روزنامه‌نگار فرانسوی از جمله ژان پل کوفمن، یکی از معروف‌ترین روزنامه‌نگاران و نویسندگان فرانسوی رو به گروگان گرفتن و از این برم مذاکرات ادامه پیدا کرد اینا رو یه جوری آزاد کنین. مذاکرات طولانی تا بالاخره آقای کوفمن رو موفق شدن با دخالت آقایون آزاد کنن. وقتی آزاد شد، آقای دکتر ولایتی وزیر امور خارجه ایران در تهران علنا در مقابل کامرای تلویزیون و رادیو به آقای دوما وزیر خارجه فرانسه گفت آقا ما کارمون کردیم شما چرا نکردین؟ انیس نقاش هنوز زندانی است. در نتیجه آقای میتران رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه انیس نقاش رو که و اکیپش رو که به حبس ابد محکوم شده بودن بعد از 8 سال آزاد کرد رفتن. اینها مسئله دیپلماسی کار خودش رو کرد. دفعه بعد خب این اجرا نشده بود، حکمی رو که قاضی شهر داده بود باید یه اکیپ دیگر میفرستن، یه اکیپ دیگری رو فرستادن به پاریس و این اکیپ در کارشون موفق شدن، برای محکم کاری سر شاپور بختیار هم بریدن و فرار کردن. یکی از اینها در سوئیس به اون رابطش نرسید، شاید خوابش برد چی شد نرسید و دستگیر شد، در فرانسه محاکمه شد. حالا غیر از اینکه چندین
5 یا 6 نفر از بزرگان جمهوری اسلامی به عنوان کسانی که در این توطئه دست داشتن محکوم به اونجا اعدام چون ندارن حبس ابد به طور غیابی شدن. یکی از اینها یعنی وکیل راد، یکی از اینایی که در سربریدن دخالت داشت، محاکمه شد و زندانی شد. منتها این دفعه تلاش جمهوری اسلامی و دیپلماسی برای آزاد کردن اون به یه نتیجه فوری نمیتونست برسه، برای اینکه اونهایی یعنی قانونگذاران فرانسه چون دیده بودن که چطور راحتی آقای رئیس جمهور اون اکیپ رو بخشید، که در اکیپی که نه تنها به بختیار حمله کرده بودن بلکه 2 نفر فرانسوی رو کشته بودن، یه قانونی گذاردن که یه محکومیت به حبس ابد یک دوره امنیتی داره که در این دوره رئیس جمهور هم نمیتونه ببخشه. آقای وکیلی راد شخصی بود که دستگیر شده بود از برندگان سر و 18 سال مونده بود. منتها همیشه هم هرچه مذاکره میکردن جواب میدادن خیلی راحت به جمهوری اسلامی که 18 سال تا 18 سال هیچ کار نمیشه. سر 18 سال یکی از بزرگان علم و دانش آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شده بود و اون اقدام شروع کرد به اقدام کردن. منتها به سیستم دیپلماسی باز همراه با عدالت گفتند هرچه مذاکره کردن که آقا سر 18 سال دیگه بایستی آزاد کنید اینها رو، گفتن آقا بله 18 میتونیم آزاد کنیم ولی حبس ابد این قانون به این مناسبت گذاشته که کمتر یعنی زودتر از 18 سال رئیس جمهور نمیتونه که این شخص رو ببخشه. خب به سیستم باز قدیم، همین سیستمی که بعداً هم بعضی ها روی غرض ورزی اسمش رو گذاشتن دیپلماسی شانتاژ یا دیپلماسی بلک میل، فکر کردند که بهترین راه اینه که باز از همون طریقی که اقدام کرده بودن در مورد ژان پل کوفمن و هیئت کماندو نقاش، منتها قرعه فال به نام یک دختر جوان 27 ساله فرانسوی که عاشق ایران بود و زبان فارسی هم شروع کرده بود به آموختن به نام ماتیلدا رایس، این رو گرفت ماموران وزارت اطلاعات گرفتند و آوردن به عنوان جاسوس محاکمه کردند. از این طرف آقای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه خیلی قوی گفت ما حاضر به مبادله قاتل بختیار با این دختر نیستیم. هرچی میگفتن تکرار میکرد، تکرار در تکرار، ولی آخر سر مثل این که اینقدر زور آوردن که آقای وکیل راد با هواپیمای ایرانر به کمال راحتی رفت ایران، استقبال هم ازش کردن. اینجا نمیتونم یه چیزی که یادم آمده نگم، این است که یکی از هم دوستان و نزدیکان آقای دکتر احمدی نژاد که بعداً باش اختلافی پیدا کرده بود فرار کرد، بعد به عنوان پناهنده الان در آلمان داره زندگی میکنه، این حکایت میکنه که مشکلی که آقای دکتر احمدی نژاد با مشاورانش داشت این بود که اینها میخواستن یک متهم رو با یک محکوم مبادله کنند. مشاوران میگفتند که آقا متهم و محکوم دو چیز مختلفه. آقای دکتر احمدی نژاد چون دکتر در ترافیک میدونید بله دکتر در ترافیکه و تزش که مکررم چاپ شده، من تزش رو عکسش رو دیدم، خود تزش گیرم نیامده، نقش اتوبوس 2 طبقه در بهبود ترافیک شهری، این تزیست که چند بارم تجدید چاپ شده. هر چه خواسته بودن حالی کنن که آقا متهم با محکوم فرق میکنه، نتوانستن. تا این راه رو یکی از مشاوران پیدا کرده بود، گفته بود که
محکوم یک اتوبوس 2 طبقه نوع پر از مسافره، در حالی که متهم یه تاکسی خالی منتظر مسافره، که بالاخره آقای احمدی نژاد فهمیده بود قضیه رو. و این سیستم عدالت دیپلماتیک ادامه پیدا کرد و همیشه هم موفق بود، تا اینکه البته همیشه به طور پنهانی و یواشکی انجام میشد، ولی یالله ولی یک زمانی رسمیت و قانونیت پیدا کرد. اون وقتی بود که من حالا یه مقداری باز کوتاه میکنم این برای اینکه به اون اصل موضوع برسم. قانونیت پیدا کردن سیستم دیپلماسی و عدالت آمیخته، چطور من به این واقعه میگم. حالا کوتاه کردنم کار سختی است، البته حالا خراب نکنم، فقط موقع کوتاه کردن برای اینکه میگم به کلی کوتاه بشه. من از اونجایی فهمیدم، یعنی به این واقعیت رسیدم که تلاش برای نه بزنین یه ذره آب اگه بخورم شاید بله را بیفته. اجازه میفرمایید من با بطری بخورم بیادبی نیست؟ بله. علنی شدن دیپلماسی عدالت آمیخته با آخوندی، عدالت با دیپلماسی از کجا شروع شد؟ یک اتفاقی در سال 1975 در ایران افتاد که سفارت آلمان 2-3 روز تعطیل شد. علت چی بود؟ علت این بود که سفارت آلمان یک مشاور، یعنی یک کنسیه، یک مشاور، یک آدوایزر فرهنگی داشت با مقام وزیر مختاری که رئیس بخش فرهنگی سفارت آلمان بود. این برای ایجاد رابطه فرهنگی بین دو کشور غالباً روزنامه نویسان و نویسندگان ایرانی رو به شام دعوت میکرد. یک شب که یک همچین مهمانی شامی داشت، این مهمانان وقتی آمدن بیرون، مأموران وزارت اطلاعات که بوسخو کرده بودن ریختن اینا رو گرفتن و بردن به عنوان جاسوسی و از سر صدای این قضیه بلند شد. از جمله گلشیری بود، سرکوهی روزنامه نگار بود و 2-3 نفر دیگه که حالا اسامی رو تکرار نمی کنم. و یعنی آبروریزی و سر صدا طوری بود که سفارت آلمان بهشون برخورد و 2-3 روز اصلا کنسولگری آلمان بسته شده بود. و این قضیه حالا بگم باید برای اینکه یه ذره از این که تو ذهنم قیچی کنم و کوتاهش کنم، یه چیزی بایستی یه خود زودتر از این میگفتم، به اندازه در کوتاه کردن یه ذره جلو رفتم. اون سری آدمکشی هایی که عرض میکردم حالا یادتون بیارم، این چون به اون بعد از اون وقایع اتفاق افتاد شاید یادتون باشه، دبیر کل حزب دموکرات کردستان دکتر شرفکندی و 3 نفر از همراهانش در برلن در یک رستورانی غذا می‌خوردن که مأموران ترور جمهوری اسلامی رفتن و اینها رو کشتن. محاکمه بزرگی برقرار شد تحت عنوان، اسمش هم شد محاکمه میکونوس، یعنی که اسم رستوران ظاهراً میکونوس بود. و در دادگاه معلوم شد که عده‌ای از رجال جمهوری اسلامی در اون
طرحریزی دخالت داشتن، اسامی حتی آقای دکتر ولایتی هم بود، ولی یکی از اینها که اصلا مأمور یعنی فرمانده عملیات بود آقای آیت الله علی فلاحیان، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود. دادستان آلمان در نتیجه برای این آقای فلاحیان یک حکم جلب بین المللی، بازداشت بین المللی صادر کرد. و میگم اون که قبلا واسهتون گفتم اونو یه دقیقه بذارین کنار تا من برسم به اون. بازداشت وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی این معلومه به مقام معظم رهبری گران آمد و اینور اونور فکر افتادن چه کنن، شروع به مذاکرات دیپلماتیک کردن با آلمان که بلکه بتونن قضیه رو ماسمالی کنن. نشد. متوسل شدن به آقای آیت الله محمد یزدی که رئیس قوه قضاییه بود اون موقع، عالی ترین مرجع قضایی. و این راهی رو که پیدا کرد این بود که در خطبه نماز جمعه تهران تهدید کرد، گفت اگر دادستان آلمان به فوریت حکم بازداشت آقای فلاحیان رو لغو نکنه، ما مدارکی در اختیار داریم که میتوانیم رجال مغرب زمین رو، رجال اروپایی رو به محاکمه بکشیم. اینجا بود که من به فکر رفتم که من قاضی بودم، میدونید من 5 سال قاضی بودم و به طبع برام سوال پیش میاد آخه چطور ممکنه رئیس قوه قضاییه، بزرگترین مرجع قضایی مملکت، بگه که ما میتونیم یه عده رو به محاکمه کشیدن. اولا متهم میخواد، کیو باید محاکمه؟ ثانیاً جرم میخواد، چه جرمی؟ متهم محل اقامت متهم چیه؟ چه ماده قانونی؟ ولی یه آدمی یه عمله تو کوچه بگه خیلی حرف زشتیه، ولی یه مقام من اینجوری بگه واقعا رکی که فحش واقعا به علم، به دانش، به انسانیت. به هر حال من مونده بودم خب این چه جوری که میتونه این آدم رو پیدا کنه، یه آدمی رو یه کسی بیاره اصلا محاکمه کنه که از رجال مغرب زمین. اینجاست که اون تیکه‌ای که گفته بودم این اونجا رو حالا جا بدید. اونجایی که گفتم که آقای دکتر گوست رئیس بخش فرهنگی سفارت آلمان دعوت میکرد، وقتی این طور سر صدا شد و به اصطلاح از آبروریزی به حدی شد که به سفارت آلمان گران آمد و تعطیل کردن 2 روز 3 روز حتی سفارت رو. اینجا یه ذره تو ذهن من این آمد که خب این آقای دکتر گوست بعد کسی نیست برای محاکمه که آقای یزدی تحرید، مقام وزیر مختاری داره. وزیر مختاری یک کشور بزرگ دنیا، اروپا، آلمان. ولی بعدش گفتم خب مورد اتهام چی؟ اینا چجوری؟ آخه اتهام خیلی اهمه، چیزی که میخواد این چیزش معلومه، هویتش معلومه، ملیتش معلومه، ولی سند میخواد، سندی باید این ببرنشون. این که دیگه سعیدی سیرجانی نیست. سعیدی سیرجانی رو همین آقای یزدی وقتی یعنی رئیس قوه قضاییه بود، سعیدی سیرجانی رو وقتی گرفتن در آذر 1373 گمان کنم، بله اسفند 73 گرفتن، 9 ماه زندانیش کردن و نذاشتن هیچ کسی رو ببینه و اعتراف ازش گرفتن. اعتراف یه سند هم نتونستن تا بالاخره همجا یه جوری سرش زیر آب کردن. آقای به اصطلاح وزیر مختار سفارت آلمان که دیگه سعیدی سیرجانی نیست که بچپوننش توی سوراخی بگن در خانه امن نگهداریش کردیم، قنصل میره، سفیر میره دیدنش، رانی حرفا.
چجوری که ممکنه اون وقت تازه به چه اتهام باید یه اتهامی باشه که جرم، یعنی مجازات اعدامی باشه که مثل همونطوری که سنگین ترین مجازات رو برای آقای فلاحیان اونا در نظر گرفتن، یه مجازات اعدامی باشه. همت مونده بودم که خدایا چه خاکی به سر بکنم، چجوری که راهش پیدا بکنم، تا اینکه این یک نسخه قانون مجازات اسلامی را از ایران مدتی بود خواسته بودم، به من رسید. مسبب 7 آذر 1370 چاپ شده در ایران به دست من رسید. این واقعا مشکلم رو حل کرد، چون دیدم اونجا در این، یعنی اولین مروری کردم با اولین تورق، دیدم جرائمی هست که هیچ محتاج سندم نیست، علم و اطلاع قاضی شهر کافیه. گفتم خدایا واقعا رسوندی. و منتها نشستم و حالا جزئیات قضیه رو دیگه زیاد طولش نمیدم، چون من آمدم به عنوان نقد این قانون، چون این قانون تمام جرائم بود و دیگه جور و واجور برای خلاصه کارهای چیزهای سبک، چشم کور کردن و دست شکستن و این حرفا. و این قانون مجازات عمومی رو گذاشتم جلو و یک حکایتی رو، یعنی نه حکایت، یعنی یه محاکمه خیالی روی کاغذ آوردم که و قاضیش رو گذاشتم همین آقای محمد یزدی، که این رو برای شما خیلی طولانی نیست، یه نیم ساعتی شاید طول میکشه، برای شما میخونم. ولی جزئیات قانون مجازات اسلامی است بدون یک کاما، بدون یک ویریول پس و پیش. یعنی شما وقتی من میخوانم میتونید این رو ضبط کنید با این تو این تلفن‌های دستی که همه‌شون وسیله ضبط کردن دارن و تطبیق کنید. حتی من رفتم، من قانون معمولاً یعنی رفتم به شرکت کتاب در خیابان وست‌وود اینجا که یه نسخه اصلا بگیرم بیارم اینجا که براتون نشون بدم که کلمه به کلمه اونه، هیچ چیزی من اضافه نکردم. منتها این یه تفسیر قانون مجازات عمومی بود، خیلی قطور نیاوردم. این رو که برای شما میخونم، شما بدانید که کلمه به کلمه و ویرگول خود اون قانون مجازات عمومی است. حالا عرض میکنم اگر حوصله کنید با قانون مجازات اسلامی خیلی راحت آشنا میشید. اگر خدای نکرده گرفتار شدید بتونید ببینید دادگاه عالی جنایی به ریاست آیت الله محمد یزدی، همون کسی که رئیس قوه قضاییه بود، عرض کردم رئیس قوه قضاییه، برای محاکمه برای محاکمه دکتر ینس هنریش گوست رایزن و رئیس بخش فرهنگی سفارت آلمان به اتهام لواط و تفخیص تشکیل شده است. این لواط از اون جرائمی است که محتاج سند نیست، یعنی علم و اطلاع حاکم شهر کافی است برای اینکه محکوم بکنن و اون وقت محکومیت هم البته انواع مختلف داره که خواهید دید. برای رسیدگی به اتهام لواط و تفخیص تشکیل شده است. در جایگاه تماشاچیان هیچ جای خالی نمانده است. متهم در جایگاه متهمین بین وکیل مدافع ایرانی
و وکیل مدافع آلمانی خود نشسته است. مترجم رسمی کمی عقب‌تر جا گرفته است. مأموران محافظ پشت سر آنها ایستادند. شاکی پرونده و گواهان او در جایگاه مقابل قرار گرفتند. محل مخصوصی به نمایندگان وسایل ارتباط جمعی اختصاص داده شده است. بالای سر جایگاه رئیس دادگاه عکس‌های بزرگ آیت الله خمینی، آیت الله خامنه‌ای و یک فرد شعار به امضای امام خمینی آویخته است. منشی دادگاه پشت میز خود چرت میزند. از پنجره باز شعار تظاهرات خیابانی به گوش میرسد. رئیس بخش آلمان خصم خدا و قرآن اعدام باید گردد. رئیس دادگاه وارد می شود، یعنی آیت الله یزدی. رئیس دادگاه وارد می شود، حاضران به احترام او بلند می شود، عکاسان عکس می گیرند. رئیس، من حالا مکالمات رو می خونم. رئیس: بفرمایید، جلسه دادگاه رسمی است. برادر منشی، اون پنجره را ببندید. مجدداً به تماشاچیان اخطار می کنم که از دادن هر گونه شعار و تظاهر خودداری کنند. در جلسه قبل از نهار مقدمات احراز هویت متهم و شاکی و شهود انجام شد. در صورت احراز حضور متهم و وکلای مدافع و شاکی و گواهان دادرسی را ادامه می دهیم. منشی: همگی حاضرند حضرت آیت الله. مترجم اظهارات رئیس دادگاه را آهسته زیر گوش متهم ترجمه می کند. رئیس: آقای یزدی: بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر ینس هانریش گوست، 47 ساله، فرزند فردریک تبعه آلمان، شغل رئیس بخش فرهنگی سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران. متهم است که نسبت به شخص کرملی، شهرت خلخالی، شغل طواف، مرتکب عمل شنیع لواط منجر به نقص عضو گردیده است. وکالت متهم را آقای دکتر دعاوی وکیل پایه دادگستری و آقای فون کاستل وکیل اعزامی از آلمان عهدهدار هستند. البته وکیل آلمانی فقط حق نظارت دارد. اگر مطلبی به نظرش میرسد باید به وسیله وکیل ایرانی به عرض دادگاه برساند. یادآوری میکنم که متهم جرائم متعددی مرتکب شده است. علاوه بر اتهام ردیف 1 یعنی لواط، به علت جرائم دیگری به شرح زیر تحت تعقیب قانونی است. از جمله ردیف 2، تشویق فساد از طریق اشاعه فرهنگ منحط غربی، موضوع بند اول ماده 103 قانون مجازات اسلامی، کلمه به کلمه همون. سه، جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه، موضوع ماده 8 قانون مجازات، قانون تعزیرات. 4، شرکت در کودتای امریکایی نوژه، موضوع ماده 186 از فصل اول قانون محاربه و فساد فی الارض. میدونید چیزم سعید سیرجانی رم جز موارد اتهامش شرکت در کودتای نوژه هم اضافه کردن آخری. فی الارض. نظر به این که تحقیقات در مورد اتهامات ردیف 2 تا 4 کامل نشده، به حکم تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری، پرونده لواط تفکیک و به این دادگاه جهت رسیدگی ارسال شده است. قبلا باید متذکر بشوم که به علت فضای خاصی که تبلیغات
مسموم دشمنان حکومت الله در باب عدم امنیت غذایی در جمهوری اسلامی به وجود آورده است، بنا به امر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی جمعی از نمایندگان افکار عمومی جهانی دعوت شدند که در این محاکمه ناظر بر بی‌طرفی و رعایت دقیق قانون از طرف دادگاه باشند. در نتیجه فی الحال علاوه بر خبرنگاران جراید داخلی، عده‌ای از روزنامه‌نگاران معتبر خارجی در این جلسه حضور دارند که به آنها خوش آمد میگویم. خبرنگار روزنامه ستاره سرخ پیونگیانگ، سردبیر روزنامه انگلیسی زبان سودان تایمز، مدیر مجله الثورة اللیبیه، همچنین نویسنده عالی مقام فرانسوی جناب آقای روژه گارودی حضور دارند که بایستی عرض می کردم جناب آقای ابوالقاسم گارودی، چون ایشان از هنگام تشرف به دین مبین اسلام به نام مبارک ابوالقاسم مسما و مکنا شدند. اما در باب این محاکمه تذکر این نکته لازم است که وکیل متهم مسئله مصونیت دیپلماتیک متهم را عنوان کرده که از طرف کارشناس دادگاه مردود اعلام شده و به متهم ابلاغ گردیده است. در نتیجه مانعی برای رسیدگی وجود ندارد. گوست، آقای هنریش گوست، فقط من گوستش نوشتم، گوست. پرزیدنت ich protest Herr Präsident، فریاد میزنه، یه چیز تازه شده. رئیس، با اینکه نوبت صحبت شما نیست به عنوان ارفاق اجازه صحبت میدهم، یعنی به وکیلتان اجازه میدهم. وکیل: حضرت آیت الله موکل بنده معتقد است که مصونیت جزایی دیپلمات طبق ماده 31 کنوانسیون وین مطلق است و تفسیر بردار نیست. رئیس: دارید وقت دادگاه را تلف میکنید جناب وکیل. شما میدانید که ایراد مصونیت دیپلماتیک عنوان شده به وسیله کارشناس حقوقی دادگاه حضرت حجت الاسلام و المسلمین صدرالذاکرین استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق رد شده است. موکل این جانب حضرت آیت الله اظهار می‌کند که نظر کارشناس مورد قبول استادان و حقوقدانان بین المللی نیست. رئیس: جناب دکتر دعاوی نکند، نظر خود شماست جناب وکیل. آقای چون متهم که حرفی نظر. وکیل: اختیار دارید حضرت آیت الله، قبلا نظرش را به بنده گفته است، حالا هم زیر گوشی یادآوری میکند. به موکلتان رئیس، به موکلتان نصیحت کنید که وضعش را از این که هست وخیم‌تر نکند. ایشان متهم است که با منحرف کردن یک فرد معصوم و معتقد به اصول اخلاقی، منحرف کردن یک فرد معصوم و معتقد به اصول اخلاقی از صراط مستقیم و آلوده ساختن محیط منزه و مبرای جمهوری اسلامی با عمل شنیع لواط به اعتقادات ملت مسلمان و همیشه در صحنه ایران اهانت کرده است. حالا با اهانت به حذاقت و درایت یک استاد مسلمان دانشگاه امام صادق در واقع به ولی امر مسلمین رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران که ریاست هیئت امنای دانشگاه امام صادق را دارند توهین می‌کند. دادستان دخالت. دادستان:
علاوه بر توهین بر ساحت مقدس امام صادق علیه السلام که دانشگاه به نام مبارکیشان مفتخر و مباهی شده است، شاکی و شهود و تماشاچیان همه با هم صدا مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکا. رئیس: به تماشاچیان اخطار میکنم که آرامش دادگاه را به هم نزنند. اما در جواب آقای وکیل در باب مسئولیت دیپلماتیک متهم عین نظریه کارشناس مضبوط در پرونده را میخوانم. بعد العنوان. ببخشید من از این بیام. خراب کردم؟ صداتون اینجوری فکر کنم بهتره. نظریه کارشناس را میخواند. نظریه کارشناس ماده 3 ماده 41 کنوانسیون وین مصوب 18 آوریل 1961 برابر 2 ذوالقعده 1380 مقرر می‌دارد که اماکن نمایندگی نمی‌توانند به نحوی مورد استفاده قرار گیرند که با مأموریت‌های نمایندگی آنطور که در این کنوانسیون مشخص گردیده در تضاد باشد. با توجه به اینکه دفتر نمایندگی یعنی در این مورد بخش فرهنگی یک سفارت باید اختصاصاً به امور فرهنگی برای امور فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد و چون عمل لواط انجام شده در دفتر مزبور را نمیتوان یک امر فرهنگی محسوب داشت، لذا ایراد مسئولیت دیپلماتیک به نظر این جانب مردود است. الاحقر سید صادق صدرالذاکرین، استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق. دادستان دخالت میکنه. شاید در فرهنگ منحط غربی لواط در زمره فعالیت‌های فرهنگی به حساب بیاید. رئیس: آقای دادستان خواهش میکنم. وکیل: به فرض صحت سوء استفاده از دفتر نمایندگی دولت فقط میتواند به دولت متبوع دیپلمات اعتراض کند. دادستان: پس میفرمایید ما بگذاریم این دیپلمات های غربی تمام ملت مسلمان جان بر کف ایران را ببرند توی سفارتخانه ها با آنها لواط کنند و ما فقط به دولت هاشان اعتراض کنیم؟ رئیس: آقای دادستان، جناب عالی بیان ادعانامه را شروع بفرمایید و توجه کنید که برای بستن زبان مخالفین که در پی فرصت برای تخطئه نظام قضایی جمهوری اسلامی هستند در هر مورد عیناً مستند قانونی را کلمه به کلمه ذکر بفرمایید. دادستان: بسم قاسم الجبارین، این دادگاه بنابر امر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی به جهت دادن تضمین کافی به جهان خارج در باب رعایت کلیه اصول قضایی تحت ریاست شخصیت ممتاز عالم اسلامی شخص حضرت آیت الله العظمی محمد یزدی رئیس محترم قوه قضاییه تشکیل شده است. به این مناسبت برای بنده دفاع از این دادنامه در چنین دادگاهی مایه نهایت افتخار است. البته متاسفم که سایر پرونده های آقای هانس هانریش گوست این جرثومه فساد آماده رسیدگی نبوده است تا ما بتوانیم چهره کریه و منفور فرهنگ منحط غربی را که این آقا به عنوان رئیس بخش فرهنگی مظهر و نماینده بارز آن است به روشنفکران کوردل و فریب خورده خودمان بنمایانیم. ناچار باید به همین مختصر پرونده لواط منجر به نقص عضو قناعت کنیم. باری
جریان امر به موجب محتویات پرونده به این شرح که شاکی کرمعلی خلخالی شغل فروشنده دورگرد طواف در ساعت 15 روز 12 آبان ماه 1375 در حالی که با یک سبد جوز قند و لواشک آلو در خیابان مشغول کسب مختصر خود بوده، متهم آقای هانس ینس گوست از پنجره ساختمان با اشاره او را به داخل سفارت فرا می‌خواند. کرمعلی به تصور اینکه مشتری تازه‌ای برای جوز قند یا لواشک خود یافته به داخل سفارت و دفتر کار متهم می‌رود. متهم نسبت به وی اظهار علاقه می‌نماید. کرمعلی که فردی مؤمن و منزه است، ابتدا دست رد به سینه او میزند. متهم کمی شکلات به او تعارف میکند. شاکی به محض خوردن شکلات دچار یک حالت غیر عادی میشود و به تمنیات شیطانی متهم تن در می‌دهد. متهم علاوه بر اینکه با نهایت بی‌شرمی با این فرد مستضعف مظلوم لواط می‌نماید، گوست هر پرزیدنت ایش پروتست هر پرزیدنت. آقای گوست فریاد می‌زند رئیس نوبت صحبت شما نیست، ولی آیا به جریان امر اعتراضی دارید؟ وکیل: بله حضرت آیت الله، موکل اعتراض دارد. رئیس: جناب وکیل نکند، اعتراض شخص خود شماست به تنظیم نحوه تنظیم ادعانامه است، چون هر بار او اعتراض میکند شما داد سخن میدهید. وکیل: نخیر حضرت آیت الله، اعتراض خود ایشون است، در گوش بنده گفته میگوید. عرض میکنم در گوش بنده گفته، من عرض میکنم. میگوید در این ساعت و این روزی که این شخص ادعا میکند، یعنی در ساعت 15 روز 12 آبان 75، موکل در دفترش با عده‌ای جلسه داشته است. یعنی یک هیئت از اعضای پارلمان آلمان که به دعوت مجلس شورای اسلامی به تهران آمده بودند، از ساعت 14 تا 17 آن روز در دفتر موکل جلسه معارفه داشتند. چطور ممکن است که رئیس ایراد را قبلا کرده؟ آقای وکیل ایراد را قبلا کرده و بازپرس جوابش را داده است. چرا سماجت میکند این آقای گوست؟ این هیئت خانم های عضو پارلمان آلمان بودند. وکیل: نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در جلسه بودند. خانم جلودارزاده بوده، خانم وحید دستشردی بوده، خانم گوهرالشریعه دست غیب بوده. رئیس بگید بی خود نشمارد. هر که بودند به هر حال اینها زن بودند. مگر شما به موکلتان حالی نکرده اید که شهادت زن در مورد لواط پذیرفته نیست؟ وکیل: میگوید حجت الاسلام و المسلمین روحانی نایب رئیس مجلس هم در این جلسه معارفه حضور داشتند. رئیس: چیز غریبی است. آقای رئیس میگه چیز غریبی، چرا حالیش نمیشود؟ برادر منشی، متن ماده 119 قانون مجازات اسلامی را برای اطلاع متهم قرائت کنید. منشی میخواند. ماده 119: شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد لواط را ثابت نمی کند. توجه کردید؟ میخونه متن قانونه.
شهادت زن به تنهایی یا به ضمیمه مرد لواط را ثابت نمی کند. وکیل: جناب حضرت آیت الله، اگر لواط را ثابت نمی کند، عدم لواط را می تواند ثابت کند یا نه؟ این عده 12 نفر خانم به اضافه حجت الاسلام و المسلمین روحانی آیا نمی توانند شهادت بدهند که از ساعت 14 تا 17 آن روز که در دفتر موکل جلسه معارفه داشتند ندیدند که لواطی اتفاق افتاده باشد؟ رئیس: جناب وکیل، شما که حقوقدان هستید به ایشان حالی کنید که در مورد لواط شهادت زنها حتی به ضمیمه مرد اثباتاً یا نفیاً مردود است. بی خود وقت دادگاه را نگیرید. جناب دادستان شما ادامه بدهید. دادستان: متهم ضمن لواط، اجازه فرمایید قبل از لواط متهم بنده یه ذره گلو حاضر کنم. ملازم فرمایید. دادستان: متهم ضمن لواط در اثر هیجانات شهوی حیوانی دماغ کرم علی را هم گاز میگیرد، به طوری که کرم علی متعاقباً متوجه می شود که بر اثر این تهاجم دچار نقص عضو شده است، به این معنی که حس بویایی خود را به کلی از دست داده است. به هر حال آن روز واقعه متهم با پرداخت وجه قابل ملاحظه‌ای کرم علی را روانه می‌کند، اما ناراحتی وجدان همراه با از دست رفتن حس بویایی که لطمه هم به کسب و کار اوست، شبانه روز کرم علی را آزار می‌دهد تا عاقبت یک شب جمعه‌ای برای التماس شفا به زیارت مرقد مطهر امام راحل قدس سره العزیز می رود. صلوات تماشاچیان اللهم صل علی محمد. شب هم از قضا همان شب وجود مقدس امام را به خواب می بیند که در میان جمعی از شهدای هفت تیر هستند. جلو می رود که دست امام را ببوسد، ولی امام دست مبارکشان را عقب می کشند و در همین حال که او خم شده برای بوسیدن دست امام تقلا می کند، یکی از محافظان امام یک لگد محکم به نشیمنگاه او می زند، به طوری که از خواب می پرد. صبح روز بعد تصمیم می گیرد که برای اقرار به گناه لواط و طلب بخشایش نزد حاکم شهر برود. تنها حاکم شهری که به علت همشهریگری می شناخته حجت الاسلام شیخ صادق خلخالی بوده که خدمت ایشان می رود و در محضر ایشان به گناه لواط اقرار و بلا فاصله توبه می نماید. حجت الاسلام خلخالی هم بنابر تکلیف شرعی و قانونی طبق ماده 126 از محضر مبارک ولی امر مسلمین رهبر معظم انقلاب اسلامی تقاضای عفو او را می کند که مورد قبول معظم له قرار می گیرد. دادستان ادامه. رئیس آقای دادستان، متن ماده مستند را قرائت بفرمایید. دادستان میخواند. ماده 126: اگر لواط و تفخیص و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند، قاضی میتواند از ولی امر تقاضای عفو نماید. رئیس: بسیار خوب، آقای دادستان ادامه بدهید. دادستان:
بنابراین وقوع جرم لواط از ناحیه کرملی، خلخالی، شغل، طواف محرز است که مورد عفو امام قرار گرفته است. میماند مورد متهم آقای ینس گوس، رئیس بخش فرهنگی سفارت آلمان، که هرچند از اقرار به ارتکاب لواط مصرراً خودداری کرده و حتی شناختن شاکی را منکر شده است، لکن از طریق قانونی، یعنی به کمک ماده 120 قانون مجازات اسلامی، وقوع جرم لواط از ناحیه وی کاملا به مرحله احراز و ثبوت رسیده است. در این باب گزارش حضرت آیت الله موسوی اردبیلی ادام الله حفاظاته را که از طرف مقام معظم رهبری اختصاصاً در این پرونده به سمت برای تحقیق به سمت بازپرس تعیین شده بودند قرائت می‌کنم. این گزارش حضرت آیت الله موسوی اردبیلی رئیس سابق دیوان کشوره. از بدو بازجویی بر اساس گزارش‌های رسیده از وزارت اطلاعات و امنیت و ملاحظات شخص حجت الاسلام علی فلاحیان، ارتکاب لواط از ناحیه متهم را بسیار محتمل می‌دانستم، چون به موجب گزارش‌ها نام برده به بهانه ایجاد روابط و علایق فرهنگی بین دو کشور، نویسندگان و هنرمندان ایرانی را مکرر به خانه خود دعوت می‌کرده است، ولی مدعوین این مهمانی‌ها عموماً آقایان بودند. همین امر در بعضی از آنها که در این باب خالی و ذهن نبودند ایجاد سوء ظن کرده است. برای مثال در مهمانی شام مرداد ماه 1375 نویسنده و شاعر عالی مقام آقای دکتر رضا براهنی وقتی دیده که او را بدون خانمش دعوت کرده اند، از جانب متهم احساس نوعی توطئه نسبت به خود کرده و از قبول دعوت عذر خواسته است. این گزارش بازپرس بود و دادستان ادامه میده. در حضرت آیت الله موسوی اردبیلی گزارش خود را اینطور پایان میدهند: گذشته از این سوابق و شواهد، خود این جانب ضمن بازجویی از متهم قرائنی از واقعیت انتصاب این جرم به نام برده را در حرکات مشکوکش ملاحظه کردم. بنابراین از مجموع اوضاع احوال برای این جانب علم و اطلاع کامل حاصل شده که ارتکاب جرم لواط از ناحیه متهم محتوم و محرز می باشد. این گزارشش گوشت Ich protest Herr Präsident. بازم رئیس آقا اگر اعتراضی به این قرار مجرمیت بازپرس دارید بفرمایید. موکل درخواست دارد درباره حرکات مشکوک توضیح داده شود. رئیس: حرکات مشکوک همان حرکاتی است که موجب علم و اطلاع قاضی محترم شده است دیگر. دادستان دخالت: تازه بنده اون قسمت از گزارش حضرت آیت الله موسوی اردبیلی رو نخواندم که مرحوم فرمودند که یک روز وقتی ضمن بازجویی مشغول وضو گرفتن شدند، احساس فرمودند که متهم با یک نگاه متلذذ و شهوانی به ماهیچه‌های ایشان چشم دوخته است. باری وقوع جرم لواط از ناحیه آقای ینس هانریش گوست
به استناد ماده 120 قانون مجازات اسلامی محرز است. رئیس: آقای دادستان متن ماده را قرائت کنید. دادستان: ماده 120. ماده 120 از فصل راه‌های ثبوت لواط در دادگاه: حاکم شهر میتواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود حکم کند. در نتیجه علم و اطلاع حاصل شده حضرت آیت الله موسوی اردبیلی که حجت بیانه است و جای چون و چرایی نمیگذارد، دادستانی از پیشگاه محترم دادگاه تقاضای صدور حکم مجازات متهم ینس هانریش گوست 47 ساله فرزند فردریک مسیحی بر اساس مواد 108 109 110 قانون مجازات اسلامی با عنایت به تبصره ذیل ماده 121 این صرفه مال وکیل مدافع حضرت آیت الله تمنا دارم یک کمی تنفس اعلام بفرمایید تا این تنفس بنده، این نفس تنگی بنده آروم بگیره، ضمناً فرصتی است که بتوانم با موکل کمی مشورت کنم. رئیس: انشاءالله بلا دور است آقا. بنا به تقاضای وکیل مدافع 1 ساعت تنفس اعلام میکنم. مشاوره وکیل با متهم بلا مانع است. در یک اتاق مجاور سالن دادگاه آقای دکتر دعاوی وکیل مدافع در حضور آقای فون کاستل وکیل آلمانی و آقای گوست متهم به زبان آلمانی صحبت می‌کنند. 2 پاسدار آن طرف اتاق کشیک می‌دهند. وکیل: نخیر آقا نخیر آقا، ناراحت نباشید، صرفه ها دروغی بود، نمیخواستم دادستان جملهش رو تمام کنم، فرصتی میخواستم که بدای فکری بکنی. گوست: چرا مگه چه میگفت؟ وکیل: استناد به تبصره ذیل ماده 121 تا دیروز در ادعانامه نبود، این تازه است. حتما باز هم به همشهری‌های شما دیروز یک چیز تازه‌ای راجع به حکم دادگاه میکنوس گفتند و ما را بیشتر گرفتار کردند. حالا باید مسئله را با شما حل کنم. شما باید یک گذشت مهمی بکنید. گوست: چه مسئله ای؟ چه گذشتی؟ وکیل: وقتی دادستان برای اولین بار مذهب شما رو عنوان کرد یک بوی بردم. حالا من تبصره راجع به لواط رو برای شما میخوانم، خودتون متوجه خواهید شد. تبصره ماده 121: در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل قتل است. متوجه هستید؟ شما که مسیحی هستید یعنی غیر مسلمان هستید، نباید فاعل بوده باشید، چون اگر فاعل بوده باشید اعدامتان حتمی است. فون کاستل آلمانی: منظور شما را نمیفهمم آقای وکیل. میخواهید عکسش را برای شما بکشم؟ آقای گوست نباید فاعل بوده باشد. وقتی هم فاعل نبوده باشد معلوم است چی باید بوده باشد. لواط 3 نفره نداریم. فون کاستل: چه فرقی میکند این چه بچه تمایزی که قائل شدن؟ وکیل: وقتی سعادت دیدار آقای رئیس مجلس شورای اسلامی رو پیدا کردید از ایشون بپرسید.
که این تبصره را تصویب کردند تصویب کردند. اما شما آقای گوست که تا حالا نمیخواستید اقرار کنید، حالا دیگر لازم است، ضروری است. گوست یعنی اقرار کنم که لواط کردن؟ من به هیچ وجه زیر بار این پرونده سازی کثیف نمیروم. وکیل والا شما رو زیر بار بردن، بار روی دوشتان است، ما میخواییم کمی سبکش کنیم. اتهام لواط شما از نظر این دادگاه به حکم قوانین ثابت شده است. فون کاستل دخالت میکنه، قوانین درست نیست. اون یه بحث دیگری است که چون و چراش در حد ما نیست. بحث بیقانونی قوانین لواط و هر حال مشکل ما رو حل نمی کند. جرم آقای گوست به موجب همین قوانین ثابت شده، فقط مونده که حکم اعدام رو صادر کنند. حتما جره ثقیل رو هم خبر کردند. گوست و فریاد صادر کنند، مگر میتوانند اجرا کنند؟ مگر کشور من ساکت میماند؟ وکیل یواش، فریاد نزنید آقای گوست. نه خیر، مسلما کشور شما ساکت نمی نشیند، داد می کشد، فریاد می کشد، امان می کشد، اما برای خاطر شما دیگر لشکر نمی کشد. یک 4-5 ماهی جیغ و ویغ می کند و اعتراض می کند. بعد که کارخانه‌دارها و بانکدارها و نفتیها دیدند فرانسوی ها دارند به جای اونها ارزان میخرند و گران میفروشند، ما تحت گوشتی و سنگینشون را میگذارند روی سینه آقای هلموت کول. اونقدر زور میآورند که مجبور میشود وزیر خارجه‌اش را برای آشتی کنان به تهران بفرستد. او هم برای دلجویی از اینها این طرف آن طرف می نشیند و می گوید بله این مرحوم گوست از قدیم و ندیم یه گرایش هایی به لواط و مردها و اینجور چیزها داشت. گوست ولی من مطمئن هستم که جرأت نمی کنند در مقابل آلمان قدرتمند. آقای گوست و من به اندازه شما مطمئن نیستم، مگر 50 دیپلمات ابرقدرت امریکا رو 444 رو اسیر نکردن؟ چه اتفاقی افتاد؟ من میخوام یک جوری تا سر صدای میکنست نخوابیده سر نازنین شما رو روی تنتون نگه دارم و یا با 100 ضربه شلاق به که جرم مفعول غیر مسلمان است سر ته قضیه را هم به هم بیاورم. یعنی من 100 ضربه شلاق بخورم؟ وکیل به هر حال دردش از حلق آویز شدن به جره ثقیل باید کمتر باشه. شلاق را هم شاید بتونیم یه مدتی دست به دست کنیم تا انشالله یک عفوی به طورمون بخوره یا یک تحولی در روابط و فلان. هیچ نمیفهمم هیچ میفهمید چی میگید آقای جناب وکیل؟ من وزیر مختار یک مملکت بزرگ بخوابونن شلاق. فون کاستل دخالت میکنه. عصبانی نشید آقای گوست، الان مهم آزاد شدن شماست. به نظر من حق با آقای دکتر دعاوی است. شما باید اقرار کنید که لواط کرده اید و فاعل هم نبوده اید. این هم آسون نیست، لابد باید کول هنگفتی به شاکی بدیم که قبول کند فاعل لواط او بوده. وکیل نه، اتفاقا این دیگه خوشبختانه زحمتی نداره. ما این خریت رو داریم، فقط یک طرف کار رو بعد میدونیم. با این تغییر نقش ها دادگاه و تمام هیئت حاکمه هم خوشحال میکنیم، چون برای اونا خیلی مهمه که ناموس یک مسلمان تطهیر بشه. چون به طوری که میبینید از نظر حکومت اسلامی ناموس پشت رو دارد. با این ترتیب بالاخره با این ترتیب
من رضایت میدم، اما شکایت گاز گرفتن دماغ این مرد چه میشود؟ وکیل: اون مهم نیست، میگیم او دماغ شما رو گاز گرفت، تازه تقاضای دیه فلج بینی و از بین رفتن حس بویایی شما رو میکنیم. گوشت: دماغ من که فلج نشده، حس بویایی هم از دست ندادم. اگر کارشناس آمد وکیل: مگر کرم علی دماغش فلج شده بود؟ وانگهی کارشناس چی کار است؟ همون کار مشک کرم علی رو میکنی. مگه ماده 643 رو برای شما نخوندم که میگه هرگاه با آزمایش یا با مراجعه به 2 متخصص عدل از بین رفتن حس بویایی یا کم شدن آن ثابت نشود، با قسامه طبق ماده 461 به نفع مدعی حکم صادر می شود. 3 تا آدم میاریم تو دادگاه قسم بکنن، یا خودمون 3 بار قسم بکنیم دماغتون رو از کرم علی گاز گرفته، هیچ بویی نمیشنوید، را بیافتیم دادگاه منتظر است. آخه نمیفهمم چطور یک کسی ممکنه بیاد دروغ قسم بخوره. وکیل: همون که برای کرم علی قسم خورده بود همونو میاریم، برو دادگاه دوباره رسمیت یافته است دیگه، آخراشه. حوصلتون سر رفت ولی ممکنه، ولی آخراشه دیگه. رئیس: جناب دکتر دعاوی انشاءالله رفع کسالت شد. وکیل: ممنونم از آیت الله. باید عرض کنم که الخیر فی ما وقع، چون این بحران نفس تنگی بنده و صحبتی که در خلوت با موکل داشتم موجب از بین رفتن پرده از روی واقعیت شد. موکل این جانب آقای ینس هانریشگوست به ارتکاب لواط اقرار و اعتراف میکند، ولی اظهار می‌دارد که بنا که برخلاف اظهارات شاکی ایشان مورد تهاجم کرم علی قرار گرفته و کرم علی در این لواط فاعل بوده است. تماشاچیان و شاکی و شهود هم صدا: مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکا. رئیس: به تماشاچیان اخطار میکنم. دادستان: مسئله گاز گرفتن دماغ که با قسامه ثابت شده چطور توجیه میکنید جناب وکیل محترم؟ وکیل: ادعای آقای کرم علی خلاف واقعیت، چون شخص او دماغ موکل رو گاز گرفته و موجب نقص عضو موکل شده است. دادستان: جناب وکیل، فاعل باید گردن شترمرغ داشته باشد تا بتواند دماغ مفعول رو گاز بگیرد. وکیل: ولی حضرت حجت الاسلام دادستان، گردن موکل من از گردن آقای کرم علی درازتر نیست. وانگهی به قول خودتان در هیجانات شهوی هر اتفاقی ممکن است بیفتد. و بنده به عنوان دیه فلج بینی موکل منطبق با ماده 383 فصل 3 تقاضای 9 شتر به عنوان دیه از دست رفتن حس بویایی بر اساس ماده 463 از فصل 22 تقاضای 4 شتر جمعاً 13 شتر دارم که منطبق با بند 1 از ماده 3 قانون دیات شتر سالم و بدون عیب، خیلی لاغر هم نباشد، بوده باشد. رئیس: تا ببینیم نظر شاکی چه باشد. آقای مشکرم علی، آیا شما قبول داری که در عمل لواط فاعل بوده ای؟ کرم علی: بالا آقای رئیس، چطور چی عرض کنیم، هر جور شما بفرمایید. آقای آیت الله: ما نمیدونیم، خدا میدونه.
رئیس البته خدا میداند ولی شما هم باید بدانید. کرم علی ما چه بدونیم آقا، ما سواد نداریم، هر جو شما بفرمایید. رئیس آقای کرم علی شما توبه کرده ای و عفو شده ای و جرمی نداری. اگر فاعل بوده ای صریحاً بگو بودم. کرم علی خب چشم آقا بودم. رئیس قبول داری که دماغ آقای گوس را گاز گرفته ای؟ کرم علی نه خیر آقا اینا دیگه قبول نداری، ایشون دماغ ما رو گاز گرفته. یه اصلا بو نمیشنافیم، باید این 3 تا شطور ما دیه ما رو بده. ما یک شمه اصغر داداشمون وعده دادیم. در هر حال باید رسیدگی بشود که کی دماغی کی را گاز گرفته است. کرم علی با اخم به بغل دستی مرده شورته بره باز تو بغل دستی من نبودم اصغر بود. چه خبره باز اونجا سر صدا میکنید و پچ و پچ میکنید. آقای منشی این پنجره رو باز کنید یک کمی هوا تازه بشه. از پنجره باز صدای تظاهرات. رئیس بخش آلمان خصم خدا و قرآن اعدام باید گردد. وکیل حضرت آیت الله رئیس محترم دادگاه موکل بنده حاضره که درباره فلج بینی با آقای کرم علی به توافق برسه به نحوی که هیچ کدام از طرفین متعرض دیگری نشده باشد، ولی انجام مذاکره محتاج وقت کافی است، لذا تقاضای وقت اضافی دارم. رئیس جناب حجت الاسلام دادستان در این باب چه نظری دارید؟ دادستان بنده با هر مهلتی مخالفم. این جرثومه فساد و نماینده فرهنگ منحط غربی میخواهد با اغفال دادگاه از مجازات قانونی فرار کند تا با خیال راحت باز به ناموس افراد مستضعف و مظلوم در دفتر سفارت تجاوز کنند. رئیس معاذا ارفاقاً با 15 روز مهلت اضافی تا اجرای محکومیت موافقت می شود، ولی آقای وکیل باید به آقای گوس و به آقای فون کاستل وکیل آلمانی کاملا تفهیم کنید که جرم آقای گوس در دادگاه امروز به اثبات و احراز رسیده و این 15 روز آخرین مهلت برای این است که رسیدگی بشود که چه کسی برای تعیین نوع مجازات رسیدگی بشود که بر حسب تبصره ذیل ماده 121 روشن بشود محکوم در این جنایت فاعل بوده است یا مفعول. فعلا پایان جلسه را اعلام میکنم. تماشاچیان و گواهان و شاکی، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکا. متشکرم. مثل اینکه طولانی شد آن زیادی نه 120 دقیقه بیشتر نبود. من قاطی کردم شلوغ شد میگم خواستم زیادی شاید حرف زدم اینم طولانی شد. حالا چیکار کنیم؟ فرصتی برای پرسش پاسخ هست. جان فرصتی برای پرسش پاسخ هست. نمیدونم شما گفتید 5 تا 7 الان 7 شده یا نه؟ نه خیلی 6 و نیم بود. 6 و نیم. خیلی خوب مثل اینکه نیم ساعتی هست. دوستان اگر که مثلا راجع به لوا مکسیم بفرمایید دوستان اگر نکته‌ای هست در خدمتتون هستم. شما گفتین کسی جرأت نمی‌کنه. چون کسی جرأت نمی‌کنه سوال کنه. نه دیگه سوال بکنین آقا دیگه اگه سوالی باشه نمیدونم سوالی هست یا نه. جناب پزشکزاد آیا مکسیم دباغ هم جز این آدم ها بود؟
مکسیم دباغ جز این آدم ها بود. پس سوالی نیست مثل این. خیلی راه. جناب دکتر کتابی در مورد چاپ دارید شما که بخواد جدیدن چاپ بشه؟ میگن کتابی در زیر چاپ دارین الان های بزرگ؟ زیر چاپ نخیر بنده گرفتار معالجه چشمم مثلا ملاحظه کردید به زحمت این رو میخوندم دارم معالجه انشاءالله یه ذره به یه جایی برسم. ولی نوشتاری داره؟ بله نوشته نیمه کاره خیلی دارم منتها گرفتاری چشم دارم الان. بفرمایید شما. جناب پزشکان کتاب دایجان ناپلئون ارتباطی به زندگی خودتون داره؟ دایجان ناپلئون ارتباطی به زندگی خود شما داره؟ همیشه سوال راجع به دایجان ناپلئونه. من یه دفعه مثل اینکه اینجا خدمتتون عرض کردم حالا پارسال بود شاید گفتم که خیلی اتفاق افتاده بود که من راجع به مسائل دیگری صحبت می‌کردم و سوال راجع برمیگشت به دایجان ناپلئون. ولی حالا پرسیدن که چی آیا در زندگی خصوصی خودتون بله زندگی خصوصی به هر حال ببینید آدم ها رو من از دور و بریام انتخاب کردم مدل گرفتم یه مقداری هم عرض میکنم اتفاقات زندگی شخصی ولی همش یه قصه است میدونید قصه است و مثل هر قصه نویسی از آدم های دور و برش از طبیعت از همه چیزهایی که میبینه استفاده کردم. رپورتاج نیست قصه است ولی خب حکایت ها. من مثلا داستان عشقی چیز رو یه دفعه چون نوشتم گفتم حالا تکرار میکنم عاشق شده بودم واقعا عاشق شده بودم و اختلاف شدید بود بین اون خانواده. یک حکایتی که میگم عیناً شاید اون نبود یعنی اون که نوشتم عیناً اون اتفاقی که افتاد نبود ولی بین دو بخش از خانواده ما که بخش به اصطلاح اعیانی بخش نیمچه نه اعیانی اختلاف بود در نتیجه دوست نداشتن که من با اونا ازدواج کنم آیا داستانی که نوشتین به صورت مقاله کوچیک نه ببینید شما چی فرمودین؟ نه ببینید چی میگم اولا به مقیاس گوش جوان خودتون نه سوال نکنید به حساب اینو بکنید که من باید بشنوم کمی بلندتر. معذرت میخوام داستانای کوتاهتون آیا منظور هست که جایی چاپ بشه مثل همین که خونده؟ هرچی داستان کوتاه من نوشتم چاپ شده دیگه. این داستانی که شما امروز بر ما خوندین و جایی چاپ میشه؟ اینم بله چاپ شده. البته این نیست من چیزش کردم یعنی تکمیلش کردم یه چیزی. سلام خوشحالم که بازم می‌بینم. بلندتر. دو تا سوال دارم. یکیش مربوط به کتاب دایجان ناپلئون. به همین میگم یه خود بپریم بغل من یا یه خود والا در مورد این پیشنهادتون اتفاقا یه مصاحبه دیدم از آقای تقوایی دیدم که میگن که برای شخصیت اسدالله میرزا وقتی کتابو میخوندن اولین کسی که فکر کردم باید بازی بکنه خودتون هستین. نمیدونم چرا سوالم هم این نیست ولی جالب بودش که جناب تقوایی فکر کرده بودن که شخصیت اسدالله میرزا رو به خودتون پیشنهاد بدن که بازی کنید. تقوایی گفته؟ البته داشتن از شما تعریف می‌کردن که نصف مدرمان همه خیلی طرفدار شما بودن و فکر می‌کردن که این شخصیت خیلی به شما میاد. حالا به سوالی که خودم دارم در مورد تاریخ 13 مرداد که در کتاب دایجان ناپلئونتون بهش اشاره کردیم می‌خواستم بدونم که من خیلی گشتم که تاریخ راستش چیزی رو مشخصاً مربوط به اون تاریخ ندیدم. بیشتر در مورد ماجرای نهضت دموکراسی خواه ایران
و ماجراهای نزدیک به کودتای 28 مرداد فکر می‌کردم که شاید اتفاقی در تاریخ 13 مرداد افتاده که شما اشاره‌ای دارید توی کتابتون به اون. خواستم بدونم که این یه چیز کاملا غیر سیاسیه و مربوطه حالا به یه یعنی 13 مرداد نه 13 مرداد ببینید خود کشکیه، یعنی من به 13 که اعتقادی ندارم، نحس بودن یا نحس نبودن 13 رقم، یعنی چیز عجیب نه اینه دیگه، برای قصه آدم یه چیزی هم چیز هر تاریخ عزل مصدق، تاریخ رسمیش، تاریخ غیر رسمیش منطبق. اگه من مثلا دوباره این کتاب این نوشته رو خونده بودم اون 13 مرداد چی می‌کردم یه چیز دیگه 15 مرداد، ولی وقتی چاپ شد دیگه گرفتار بودم و حوصله نکردم و حتی غلطگیریش هم نکردم، یه مقداری شاید هم غلط داشت. اینی که اینجا این دوست عزیز من آقای دکتر بروخی همت کرد و چاپ کرد، ولی یه مقدار غلطی خودم غلطگیری برای اولین بار غلطگیری کردم. البته اینجا هم با 13 رو حذف نکردم، نمیخواستم شکل صفحه عوض میشد. سوال دیگه هم در مورد اینه که شما تصمیم دارید که خودتون داستانی از زندگی خودتون بنویسید، چون شما حالا تا اونجایی که من میدونم به واسطه اینکه پدرتون پزشک مصدق بودن باز میگم شما چیز کردید، باز با حساب گوش نازنین و جوان خودتون صحبت کردید و بهتر اینه که از زندگی خودتون شما قرار هستش که کتابی بنویسید، چون که از بچگی شما به واسطه اینکه پدرتون پزشک مصدق بودن با ایشون رفت و آمد داشتین و بعد دیدم که به هر حال بعد از اونم که وارد سیاست شدید در رده‌های بالای حکومتی در وزارت خارجه بودیم، بعد از اون در ماجرای کودتای 28 مرداد خوندم یه جا که در دزدی که از خانه مصدق شده شما وکالت پرونده رو داشتید، نمیدونم که چقدر موثقه، یه جایی بود این توی وبسایت ها. و بعد از اونم به هر حال بعد از انقلابم 10 سال شما در واقع سردبیر تنها ارگان نهضت آزادی بودیم. برای همین یه روایتی که شما از تاریخ در حال گذار اون زمان می‌تونید برید، تاریخ بسیار موثق و جالبی خواهد بود. می‌خوام بدونم که خودتون می‌خواید که یک کتابی بنویسید روایت زندگی خودتون در بستر جامعه سیاسی اقتصادی سیاسی و اجتماعی اون زمان. داستان زندگی خودت از بچگی تا حالا خیلیش نوشتی؟ منظورتون اینه من آیا داستان زندگی خودم رو نوشتم یا نه ننوشتم؟ چون خیلی طولانی بود نفهمید. نه داستان زندگی من ببینید داستان زندگی من از یه جهت برام جالبه، خودم مهم نیست زندگیم. من میگم یه جایی مثل این که نوشتم من 8 ساله بودم که از شهرستانا، پدرم طبیب بود، رئیس بهداریش چیز بود، 2 ساله رفته بودم از تهران بیرون، 8 ساله برگشته بودم. یه باره افتادم توی خانواده‌ای که مادر من 14 عمو و عمه داشت. شما فکر کنید هم در دوران قاجار به دنیا آمده بودن. من بچه 8 ساله یه باره نمیدونم این چند 100 تا بچه شاید داشته اونا پدر بزرگ اینا، که اون وقت این 14 تا عمو و عمه هر کدومشون بچه ها نوه نتیجه بران غالبا هم در یه محوطه عجیبی توی شرق تهران طرف اونایی که یادشونه سرا امین حضور نمیدونم طرفی که بعدها دولاب شد و اونجاهاش اینا. من توی این محیطی که این همه آدم بود عجیب و غریب دیگه، انواع اقسام اسدالله میرزاها بودن، دایجان ناپلئون ها بودن، نمیدونم جور و واجور آدم بود. اصلا من هنر من نبود، من فقط اینا رو دونه دونه زیر نظر داشتم و یادم مونده بود.
این ردیف کسی سوالی نداره دوستان از ردیف کنار. حالا جوابش یه قسمت سوال ایشون رو ندادیم در مورد آقای ناصر تقوایی که گفته بودن. راجع به گفته آقای ناصر تقوایی جان. ناصر تقوایی چی گفته بود؟ گفته بودن که شخصیت اسدالله میرزا رو از شما الگو گرفته. من اسدالله میرزا اصلا به من میاد حال روزگارم نه خیر نه. به شما یه چیز میاد به اون که شما از کودکی تا این سن در تمام زوایای تاریخ ایران حضور داشتید و نکته طنز شما در نوشته‌های شما حکم میکنه که با به اصل مطلب هم متوجه بشید. واقعا در تصور ما این هست، سوال خانم این هست که شما وقتی اینها رو به تحویل درارید از یک زبان گویا ما متوجه گوشه از تاریخ خودمون بشیم و آیندگان متوجه گوشه. خیلی ممنون. لطف دارید. خیلی ممنونم حالا شما. خیلی از اینا رو نوشتی. یعنی زندگی نامه خودتون. زندگی نامه خودتون خیلی گوشه‌هاشو خیلیش نوشتین شما. بله نه عرض کنم به حضورتون که نه یه سوالی از اون طرف شد از من نشیدم. همون اسدالله میرزا رو پرسیدن جان بذاره جواب دادید. شما برو. زندگی نامه رو بالاخره گفتن نوشتین یا نه؟ یا میخوایم بنویسین؟ زندگی مشغول عرض میکردم نیمه کار مونده دیگه. من تیکه البته من خیلی نوشتم چون از قضای اتفاق در اون 5 سالی که من دادگستری بودم بقایایی که اتفاقی همه‌ش هم موزیک بود، کار من نبود. آدمایی که مراجعه میکردن من مثلا بعضی تیکه هاش نوشتم که با پیت نفت میامد میشه آقای یه آدمی بود که آشپز یه سفارت شرقی بود، آشپز سفارت یا پاکستان بود یا اندونزی نمیدونم. این همیشه با یه پیت یه از این پیتای اینجوری میامد میشه دادگاه چون شکایت کرده بود از اینکه یه دکتر جوانی زنش رو فریب داده و مردک عجیب و غریب بی‌قواره‌ای هم بود که بعداً معلوم شد که واقعاً داخلش هم بی‌قواره است. با پیت بنزین بنزین طیاره ظاهراً می آمد میشه از اونجا که اگر ما چیز محکوم نکنیم مردی اون جوان رو محکوم نکنیم خودش آتیش بزنه و موزیک بودن این آقای چیز بود رئیس من دادستان بودم رئیس دادگاهم که وحشت داشت از اینکه نکن راساسی خودش آتیش بزنه و آدمی هم بود که یه بار حکم داده بود یه حکمی داده بود یه سال قبلش و مردک حال چجوری با اینکه با پاسبان آورده بودشن با چاقو زده بود رگشی پاره کرده بود این وحشت و این قاضی قش کرده بود برده بودنش بیمارستان یه 2 ماهی بیمارستان بود از اینکه این خودش آتیش بزنه وحشت داشت و من با اینا بازی میکردم خیلی حکایت چی من مثلا خیلی میگم این هر اتفاقی هم میافتاد عجیب و غریب موزیک وزارت امور خارجه هم نوشتیم جونم برای وزارت امور خارجه هم نوشتیم دوره وزارت امور خارجه دوره هم که وزارت خارجه هم خب همین دیگه وزارت خارجه هم از قضای اتفاق من اتفاقا همین کنوانسیون وین که حکایت یه اشاره‌ای در این دادگاه میکونوس بود من اتفاقا در این در این کنفرانس منم عضو هیئت نمایندگی ایران بودم آقای متین دفتری رئیس هیئت بود و من و یکی دیگه از همکارانمون عضو اینجا بودیم و چقدر آدم موسیقی ما اونجا دیده باشیم و اتفاقاتی که افتاده و خدا رحمتش کنه خود آقای دکتر متین دفتری که وسط مذاکرات شدید راجع به تعداد دیپلمات ها بود که دعوا مرافعه بود از اینجا چون کشورهای بزرگ جمعیتی رو به عنوان دیپلمات می آوردن در یه مملکتی و کشورهای کوچک داشتن مبارزه میکردن یه باره آقای دکتر متین دفتری من آقا بذارید ساعت چنده بود من ساعت گفتم ساعت نزدیک 6 بود دوید من دنبالش دویدم
ماشینت کجا هست؟ گفتم خدا داره خدا یا چیز کنه آقا قلب بنان نه بدو ماشین رسونه دواخونه. گفتم یا علی آقا میخوایم برسونم تو اورژانس جای نه معلوم میخواد بره دواخونه خمیر دندون بخره. در هتل براش آوردن گرون حساب کردن. او چقدر یا مثلا خدا رحمتش کنه از اونایی بود که به قول شمس رازی که میگه از اون مرد دلانی که میان لحن موسیقار و نحیق امار فرق نگذارن، با اینکه موسیقی براش این چیز نبود. حالا نه شد دارم میرم به بدگویی. نه خیلی از این اتفاقات میسن، یا مثلا رشوه دادن به معاون وزارت فلان چکسلواکی، بولشویک زمان نووتنی که میگفتن استالین دومه و من باید بهش رشوه میدادم که برای من به من خونه میده بده اونجا، چون همیشه از طریق وزارت خارجه باید این کار میشد و من این رشوه بلد نبودم، هیچ وقت نداده بودم، هیچ وقتم نگرفته بودم و قرار بر این گذاشتم که به اون مشروب بدم که مشروب دادن یه خود به نظرم از چیز، ولی خب برای همین ناچار شدم اینقدر مشروب بخورم که اصل لایعقل بشم که حالیش بشه. یعنی واقعا از اون مردکم میخورد همینطور بودم و من البته مثلا 3 تا ودکا میریخت که با هم دیگه سلامتی بخوریم، من 2 تاشو میریختم دور یواشکی، ولی به قدری مست شدم که وقتی رسیدیم در خونهش بنده خدا طبقه من 17 بود یا 18 و آسانسورمون هم شکسته خراب شده. من صندوق ویسکی من 12 ویسکی بعد تکون نمیشه داد تو ماشین، گفتم ورد برو این قدم مست کردم گرفتی رو بغلش رو رفت. یعنی خیلی از این چیزهای اتفاقات موسیقی بسیار داشتیم. یا راجع به خاک ایران چه بازی اینا رو نوشتم بعضیاشو. میگم تصادفاً این مدت وزارت خارجه دیپلمات‌های موسیقی چه از خودمون چه از خارج دیدم و شاکی و متهم دادگستری هم خیلیشون موسیقی بودن، نمیدونم چطور بود و به تور من میخوردم. نه یه بارم از چیزای خودم هم مسخره کردن، من آدم ها رو مسخره میکردم. من دیفتری گرفته بودم. دیفتری میدونید که بعد از اگر خوب معالجه نکنن یه فلج های میاره، از جمله فرج شراءالعنکه، یعنی سقف دهن و پا و چشم و این حرفا. من دیگه استراحت چقدر میشد کرد، یه مدت استراحت کردم و رفته بودم سر کارم، دادستانم بودم. چندین مورد پیش آمد که طرف اصلا بی اعتنا به خون آدم میگفت فدای سر شما شد، یارو که کشت چیز شده بود زیر ماشین کرده بود. من اون وقت به این پریدم اکن نمایانم یارو من خودم خندم میگرفت. هی هر دفعه من هر جمله من اینجوری میکرد، حدون راننده های گردن کلفت کامیون اینجوری میکرد وکیل هی تکونی اون دادستانه هیچ گوش نمی. آخرش هم بلند من تقریبا شنیدم گفت فینفینیه رو خودم جوابش خیلی میگم اگه چه سان فرانسیسکو رو هم بگیم که برای پیمان جان برای پیمان ناتو گفتین که در راجع به سان فرانسیسکو صحبت کردن، همه خندیده بودن. پارسال گفتن اینا پارسال گفتیم ولی سان فرانسیسکو دعوت کرده بودن، بعد راجع به مردم همه از چیز پرسیدن ازش، راجع به ناتو قرار بود صحبت کنیم. بعد تو اون سخنرانی سان فرانسیسکو نه جای دیگه بود. نه رفتی سان فرانسیسکو که برای ناتو صحبت کنی، یه دفعه راجع به اسم سان فرانسیسکو که اومد مردم نه اون چیز نبود، سان فرانسیسکو نبود. نه
من دولت تصمیم گرفته بود که رؤسای وزارت خارجه برن برای دانشجوهای دانشگاه‌های ایران صحبت کنن، راجع به مسائل خود واردشون کنن. نه، من راجع به ناتو قرار بود صحبت کنم که رفتم، خیلی استقبال عجیب غریبم کردن، یعنی سالن به قدری پر شده بود که اینا هم گفتن آقا مردم ببینید چقدر علاقه دارن به چیزهای به دیپلماسی و بعد هم به یه نگاه عجیب و غریب میکردن. من یه ساعت خودم خسته کردم راجع به پایگاه‌های ناتو در جنوب اروپا و شمال اروپا، در نروژ و در ایتالیا صحبت کردم. اولین سوالی بود آقا در سان فرانسیسکو هم چیز داره یا نه؟ منم روم اونور بود، یک باره یه هره خنده که اصلا پنجره ها لرزون، من ترسیدم بمبی چیزی منفجر شد. نه اون چیز قدیمیه زمانهای. ببخشید جونم بفرمه. شما قربان ردیف آخر بفرمایید شما. من خیلی دوستش داشتم، یعنی همه خیلی اون کتاب رو دوست داشتن، ولی بعد یک سریال از اون ساختن و این سریال نمیتونست حتی یک ذره از ابهت و از قشنگی و از شیرینی این رمان به این قشنگی رو حفظ کنه. همچنین شما یعنی شما راضی بودین از این سریال و این فکر نمی‌کردین که رمان بزرگترین و قشنگترین رمان ایرانی یک سریال مثلا من فکر می‌کنم با کوالیتی خوبی نداشت مثلا. میبخشید اجازه بدید یه لحظه جلسه هم تمام نشده. چیزا رو مطرح نکردن. مثل کتاب مثلا دولتی روی که مثلا شما بگید من یعنی در فکر می‌کنم جنگ و تولستوی با درجرانپل اون یکیه، یعنی با سوژه اون میتونست یک کتاب نوشته بشه، ولی مثلا سریالش خیلی درست نکرده بودن از نظر من. به نظر شما به سریال درجرانپل من تونالیته دلچسب و دلپذیر شما رو یک قدری گرفتم، ولی صحبتاتون هیچ کلماتو نتونستم خیلی بهتر بود و قدر کتاب رو نرسونده. نظر شما چیه؟ نه کتاب و فیلم ببینید، خب بعضی این اشتباه میکنن که فیلم بسیار دلپذیر و دلچسبی آقای تقوایی ساخته بر اساس این کتاب. این تصویر و تمثیل کتاب نیست، تفاوت‌های عجیب اصلا با هم دیگه خیلی جاها هیچ اصلا نمیخونه با هم دیگه. بسیار دلچسب فیلم ولی با هم دیگه یکی نیست. دوستان خیلی متشکرم از تشریف فرمایی همه شما. جناب پزشکزاد خیلی متشکرم. بنده هم تشکر می‌کنم. بر اساس دفاعت و ناچیزی که داریم جناب پزشکزاد لطف کردن 2 بار دعوت ما رو قبول کردن. ما به وزارتمون فقط یک لوح تقدیری هست که خدمتشون تقدیم میکنم. من فقط یک لاینشون میخونم که وقت شما رو هم نگیرم. جناب پزشکزاد، نام سربلند شما در ذهن و زبان و حافظه تاریخی ما با شایستگی باقی خواهد بود. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. مشکل